مقوایی حالا سردار قلابی هم به بازار اومد. اگه فکر میکنین این چهره های شاد و خندون تو عروسی سردار سلامی هست، باز سخت در اشتباهین. اینجا مراسم سید رضی موسوی فرمانده کتلت شده سپاه تو سوریه هست. جالبتر این که تو این مراسم اومدن یه دلغکی رو آرایش و گیریم کردن که چی مثلا شبیه قاسم سلیمانی شده و سرداران سپاه از این کتلت قلابی کیف کردن، تازه ازش تقدیرم کردن. بدل قاسم سلیمانی تو این مراسم آنچنان مورد استقبال قرار گرفته که ازش سلفی گرفتن. بله دیگه، دارالمجانین جمهوری اسلامی همینجاست. تازه خبرایی به گوش میرسه که سرداران سپاه گفتن کاش میشد بدل ترامپ رو میآوردین اینجا، یه دل سیر کتکش میزدیم تا انتقام سخت گرفته بشه. مگه اینکه اینجوری انتقام سخت بگیرین شما. البته قاسم سلیمانی قبلا با این شاهکارها غافلگیر شده بود و چندین مجسمه باحالم ازش ساخته بودن. کلا جمهوری اسلامی تو یه لیگ دیگه داره زندگی میکنه. هر روز شما فکر میکنین این آخرشه، ولی فردا با کاراش میفهمین که ای وای، یه دریای حماقت انتها نداره. حالا به نظرتون این سلیمانی کیکه یا واقعیه؟ هشتگ سرداران قلابی.